سگمو یادتونه؟ همون که تو قسمت قبل مرد. خب امروز میخوایم براش با شکوه ترین مقبره ممکن رو درست کنیم. اما قبلش با این وسایل داغون من هیچ کاری نمیشه کرد و احتمال مرگم خیلی زیاده. پس میریم یکم دایموند ماین کنیم. خب حالا که ثروتمند شدم یه مرحله دیگه مونده. این چند فعلا این چند های لول 1 اینچندینگ تیبل رو میزنم، اما قبل از اینکه بیلد رو شروع کنم میخوام یه فارم گاو بزنم تا بتونم چرم به دست بیارم برای این چند های بهتر. پس بریم که سریع یه فارم گاو بسازیم. قبل از اینکه بیلد شروع شه من یه دور گاوا رو بچه دار میکنم، بعدم حین بیلد میام گاوا رو بچه دار میکنم. بچه دار میکنم. اگه هم براتون سواله که چرا دارم این بلاک های داگ شت رو ماین میکنم، به خاطر اینه که برای بیلدمون لازم داریم. شب شد. چقدر مدت داشتم ماین میکردم. چی میگی بچه سار؟ یه وقتی باید یه فکری به حال روشن کردن اطراف بیسم بیفتم. چه وقتی بهتر از الان؟ فرار کردن از دست پروژه کافیه. وقتشه نقشه بی‌نقصم رو بهتون بگم. باشه شاید اونقدرم بی‌نقص نباشه. اول یه پلتفرم دیپ سلیتی برای زیر مجسممون درست میکنیم. بعدش پدرسگو در حال زوزه کشیدن در آسمون شب میسازیم و بعد 4 تا آتیش‌دون برای معنوی کردن فضا میسازیم. پس بی معطلی بزن بریم که شروع کنیم. یادم بندازید که دیگه فل بداه چیزی رو نسازم. مجبورم برگردونم سر حالت اول. از اونجایی که ساختن این ویدیو واقعا پاره کننده است، خوشحال میشم سابسکرایب کنید. برای اینکه 2 هفته آزگار رو نشینم برای دیزاین کردن یه مجسمه، از یه مدل بیس استفاده کردم از تو اینترنت و تغییراتی که دوست داشتم و روش اضافه کردم. به خاطر پدرسگ. من دارم پاره میشم. نگو که باز بلاکمو بردم.
بلاک کم آوردم. بدکی هم نشد. یه سری مراحل آخریه مثل کندن چوبای اطرافش و اضافه کردن آتشدان ها مونده. یعنی تو این شانس باید